اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدین شاگردان عزیز به درس امروز. خدا کنه مثل همیشه تمامیتان دارای صحت کامل بوده باشین. ما مضمون تعلیم و تربیت اسلامی را مطالعه میکنیم. صنف دهمیتان که امروز درس 18 و بخش دومش که باقی مانده بود با هم مطالعه میکنیم که به ادامه بحث‌های روز گذشته امروز از کلمه توحید آغاز میکنیم که عنوان درس ما است که از صفحه 56 تا 58 کتابتان را در بر میگیره. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. خوب است یک بار یادآوری بکنیم بخش اول درس ما را که در مورد شعبه های ایمان بود. در درس گذشته در مورد راوی این حدیث هم معرفت حاصل کردیم. گفتیم شخصی به اسم عبدالرحمن بن صخر دوسی بود که ایشان مشهور به ابو هریره هم هستند. یکی از صحابه جلیل القدر پیامبر است که در سال 7 هجری قبل از غزوه خیبر در سن 30 سالگی به دین مقدس اسلام شامل میشه و ایمان میاره و در امی غزوه خیبر باز اشتراک هم میکنه که باز بعداً در مورد ایمان خوانده بودیم، در مورد شعبه های ایمان خوانده بودیم. گفتیم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ایمان را به درخت تشبیه میکنه که دارای شاخه های گوناگون است و در این قسمت گفته بودیم که مثلا یک شاخش بلند است، یک شاخه پایین است و شاخه های وسطی هم دار است که باز در اونجا چندین تقسیمات کرده بودیم و پیامبر هم گفته بود که بلندترین شعبهش یا بلندترین شاخش که مربوط عقیده ما میشه، مربوط ایمان ما میشه، همانا کلمه توحید، همانا کلمه طیبه یا لا اله الا الله است. و در بخش زندگی اجتماعی ما و شما در زندگی فردی ما که گفتیم مسئله پاک کردنی مثلا کثافات و سایر اشیایی که در راه مسلمانان موانع ایجاد میکنه، ایران گفته بودیم یکی از شاخه های ایمان است که البته پایین ترین شاخه ایمان شامل میشه. و در مورد حیا هم گفته بود که از لحاظ اخلاق اجتماعی حیا هم یکی از شاخه های ایمان است که این بود موارد درس گذشته. به همین ترتیب آل میریم بخیر شعبه هایش را با هم مطالعه میکنیم ببینیم که امروز هدف ما را کدام موضوع تشکیل میده. هدف ما آشنایی با کلمه توحید است و همچنان هدف ما آشنایی با حیا است. میخواهیم که این شعبه ها را همچنان بهتر و بیشتر بشناسیم، یعنی بلندترین شعبه را باید زیادتر بشناسیم، معرفت حاصل بکنیم که همانا کلمه توحید یعنی چی؟ کلمه که دلالت به یگانگی خداوند متعال میکنه و عبارت است از لا اله الا الله محمد رسول الله که در حقیقت این کلمه دلالت به وحدانیت و الوهیت خداوند جل جلاله میکنه. در مورد توحید الوهیت ما شما مطالعه کرده بودیم. گفتیم که پرستش خداوند جل جلاله یعنی که کدام خداوند؟ خداوند یکتا، نه خدایانی که انسان ها ساخته بودند. و گفتیم اساس و تهداب یا پایه اساسی دین اسلام را و همچنان امو اصل کلمه که پیامبرها به خاطرش زحمت کشیدن، تلاش کردن و ظلم و ستم را تحمل کردن به خاطر برپایی یا به خاطر ترویج امی کلمه بود، یعنی لا اله الا الله. پس بر تمامی ما مسلمانان لازم است تا ای که از معنای دقیق کلمه اطلاعات حاصل بکنیم و همچنان مطابق مقتضای این کلمه عمل بکنیم. ببینیم در این کلمه چی خواسته شده از ما. گفت لا اله الا الله، پس ما باید به این شکل در زندگی عمل بکنیم، یعنی هیچ خدایی را بجز از خداوند یکتا پرستش نکنیم و در زیر سایه ای زندگی بکنیم. میریم در مورد کلمه لا اله الا الله بیشتر بحث میکنیم. گفتیم لا اله الا الله تنها کلمه نیست که ما را بر زبان جاری بکنیم یا که یک به حساب مفکوره هم نیست که ما صرف در ذهن ما جا بگیره و فقط حفظ بکنیم بگیم ما لا اله الا الله میگیم پس مسلمان هستیم. این گونه نیست، بلکه کلمه طیبه یا لا اله الا الله در حقیقت مقتضای اصلش یا آنچه که شرط اساسی کلمه را پوره میتونه در حقیقت ایمان راستین به خداوند یکتاست. باید به خداوند یکتا ایمان راستین داشته باشیم و همچنان
علم و عمل داشته باشیم، یعنی در عمل هم پیاده بکنیم. تنها نباشه که ما لقلقه زبان ما باشه بگیم لا اله الا الله. و در حقیقت این متضمن عقیده درست ما و شما است که میتونه زندگی ما و شما را زندگی آرام و زندگی آسوده بسازه برای ما و انسان ها را، خلاصه امو خط مشی زندگیش را تعیین بکنه. بین در مورد فضیلت یا برتری کلمه لا اله الا الله زیادتر بحث بکنیم تا از فضیلت هایش خوبتر آگاهی پیدا بکنیم. ما در مورد از این ایمان داریم که خودی کلمه لا اله الا الله باعث میشه اگر کسانی که ایمان ندارن به خداوند با جاری کردن این کلمه بر زبان در حقیقت خودشون را از گناهانی که انجام داده پاک و مطهر میسازن. و اگر کسی واقعا به صدق درست و با ایمان و یقین کامل این کلمه را به زبان جاری میکنه، مثل کسی است که تازه از مادر تولد شده باشه و به سبب این کلمه و به سبب از اینکه کلمه را جاری کرده و عمل میکنه از هلاکت نجات پیدا میکنه. و در حقیقت این کلمه است که با گفتن آن انسان به دین مقدس اسلام مشرف میشه و کفاری که اگر این کلمه را میخواندن باز اونا مسلمان شمرده میشد و بعد از او کلمه اسلام و مسلمان بالایش گفته میشد. مثل که در اهمیت و در برتری این کلمه یعنی لا اله الا الله پیامبر مهربان ما و شما صلی الله علیه و آله و سلم یک حدیثی داره که با هم این حدیث را یک بار میخوانیم ببینیم که چی برتری در این قسمت برای ما تاکید کردن. حدیث این گونه است شاگردان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. یعنی گفتن کسی که آخرین سخنش یعنی در هنگام مرگ اگر آخرین کلام ما لا اله الا الله باشد، این به این معناست که گناهان ما بخشیده میشه و ما مستقیما وارد بهشت میشیم. به همین ترتیب پیامبر در اهمیت کلمه لا اله الا الله باز هم یک حدیث داره که توجه شما را به این حدیث هم جلب میکنم. پیامبر ما فرموده است بسم الله الرحمن الرحیم لو ان السماوات سبع و ارضین سبع وضعن فی کفتی و وضعت لا اله الا الله فی کفتی مالت بهن لا اله الا الله. بین ترجمهش با هم بخوانیم که خوبتر فضیلت کلمه لا اله الا الله را درک بتانیم. گفته اگر 7 آسمان و 7 طبقه زمین در یک پله ترازو گذاشته شوند، خب دقیق فکر بکنین در اینجا میخوان اهمیت کلمه لا اله الا الله را بر شما بیان بکنه. گفت اگر 7 طبقه آسمان و 7 طبقه زمین در یک پله ترازو گذاشته شود و کلمه لا اله الا الله در پله دیگری ترازو گذاشته شود، بدون شک و بدون تردید که او پله که کلمه لا اله الا الله یا کلمه طیبه در آن گذاشته شده سنگینی خواهد کرد. ببینین چقدر اهمیت داره و چقدر فضیلت داره و چقدر بزرگ است کلمه. خدا کنه که ما بتانیم بهتر این کلمه را درک بکنیم و بر مطابق خط مشی کلمه حرکت بکنیم. بین کلمه لا اله الا الله چی تقاضا داره از ما؟ تقاضای این کلمه چی است؟ درست است؟ تا یک قسمت سوال داریم؟ نیست. خب خیلی خوب، سوال که نداریم پس میریم بحث خود ادامه میدیم. گفتیم تقاضای این کلمه یعنی آنچه که این کلمه ضرورت داره از ما و آنچه که شرط کلمه رو میتونه پوره بکنه در حقیقت ایمان آوردن به الله جل جلاله است، به فرشتگان، به رسولان، به کتابهای الله جل جلاله و به همین شکل پیروی کردن از الله جل جلاله و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی اگر کسی که لا اله الا الله میگه و اینی موارد را فراموش بکنه، اینجاست که این کلمه را بالاخره به شک گفته و او ثوابی را که قرار است ببره از این کلمه نمیبره و تنها از عذاب الله جل جلاله ترسیدن و ای که تنها با حق تعالی جل جلاله محبت داشتن و به عزت تعالی امید داشتن و از خداوند ما حاجت بخواهیم و تنها باید در برابر خداوند سر عجز پایین بکنیم و تسلیم باشیم در برابر خداوند و در برابر نعمت‌های بیشمار که الله تعالی برای ما اعطا نموده، برای ما بخشش کرده باید سپاسگزاری بکنیم و
در هنگام غم و اندوه یا کدام مصیبتی اگر خدا نخواسته بالای ما وارد میشه، تنها و تنها باید از خداوند کمک بخوایم، چرا که خداوند روزگار خوشی و شادی های ما در حقیقت امو خداوند روزگار غم و اندوه ما هم است. پس هیچگاه ما ناامید نباید شویم و امی تقاضای کلمه لا اله الا الله است. اگر یک کسی لا اله الا الله میگه، موارد هم حتما باید تبعیت بکنه و تطبیق بکنه در زندگی خود. خب شاگردان عزیز، این بود بلندترین شعبه ایمان و بلندترین شاخه ایمان که در درس گذشته پیامبر برای ما فرموده بودند که بلندترین آن لا اله الا الله است. بین در مورد پایینترین شعبه ایمان هم صحبت بکنیم. به نظرتان چی باشه؟ بهتان مانده؟ بله آفرین. ما گفته بودیم یعنی دور کردن اشیاء مضر از سر راه ها. بین در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. اولا خویر شما میفهمین که نظافت یکی از مواردی است که دین مقدس اسلام همیشه مسلمانان را به پاکی، به صفایی و به نظافت دستور میده و امر میکنه. چقدر خوب است که خود ما پاک باشیم، لباس ما پاک باشه، خانه ما، سرک ما، محیط ما، در کل پاکی نعمتی خیلی خوبی است و ما باید خود را مزین بسازیم به پاکی و نظافت که تاکید دین اسلام هم همین مورد است. و حتی اهمیتش چنان است که گفته نصف ایمان است. فکر کو اگر ما تمام محیط ما کثیف باشه، به ایمان است که ایمان ما ناقص است دیگه. درست است؟ پس این قدر مهم است. و همچنان در حدیث شریفی درس همچنان تاکید شده بود برای پاک نگه داشتن راهها و حتی یک از شاخه های ایمان گفته شده بود. یعنی یک مسلمانی که از راه تیر میشه میبینه کنم کثافات افتیده، اگر او را برطرف نمیکنه به این معنی است که ایمان کامل نداره. پس به این خاطر همیشه دین مقدس اسلام نظافت و پاکی را وظیفه شرعی ما دانسته و در پاکی و نظافت راهها و محیط ما تاکید کرده ای که تلاش باید بکنیم تا ای که هر آن چیزی که سبب اذیت عابرین میشه باید از راه برداشته شوه و اگر آلودگی است هر چیز باید محیط ما پاک نگهداری شوه. سوال دارین؟ بله استاد. خب جمیل جان سوال داره از ما. حیا چیست؟ بله بسیار خوب. جمیل جان میگه حیا چی است؟ اگر یادتان باشه ما از حیا هم یک یادآوری کرده بودیم، گفتیم حیا هم یک از شعبه های ایمان است. حیا ایره خب میفهمین که اولا بخش از ایمان است و حیا خصلتی است که ما را از کارهای زشت، از سخنان بیهوده، از کارهای ناروا ما و شما را نگه میداره و حیا برای که یک غریزه انسانی است، بخش از ایمان است، چون حیا انسان از هر گونه گناهان دور میسازه و کارهایی که خلاف طبیعت سلیم انسانی باشه ما را بالاخره از او کارها منع میکنه و به همین خاطر است که حیا داشتن یک از شاخه های ایمان شمار میشه. و در حیا که از شاگردان عزیز خود حیا را پیامبر ما گفته سراسر خوبی است، مثل که در حدیثی گفته الحیاء خیر کله، یعنی که حیا تمامیش خیر است، تمامیش خوبی است. اگر حیا ما را مانع طلب علم بسازه، اگر حیا ما را مانع خواستن حق ما بسازه و یا که ما را مانع شود که ما گفتن سخن حق را بگوییم، این حیا نیست شاگردان عزیز. شما فکر نکنین که ما اگر بخوایم از درس خواندن یعنی شرم ما بیاید، از گفتن حق ما شرم ما بیاید بگیم با حیا هستیم، نه، این در حقیقت ضعف انسان است. این حیا شمار نمیشه و این را باید متوجه باشین. در خلاصه درس شاگردان عزیز ما دانستیم که لا اله الا الله خودش ضمانت کننده زندگی آرام و آسوده است و در صورتی که ما درست ایمان داشته باشیم و عمل بکنیم. و همچنان وظیفه شرعی هر مسلمان ها به خاطری است که محیط خود را، جاده های خود را، لباس خود را باید پاک نگه داره و نظافت خود را مراعات بکنه، چرا که نظافت هم نصف ایمان است. و همچنانی که اگر میبینین کدام مواردی سر راه عابرین است، کسایی که از راه تیر میشه، کدام چیزی است اذیت میکنه شان، باید او چیزها برطرف شود تا ای که ایمان ما صدمه نبینه و ایمان ما کامل باشه. و در مورد حیا صحبت کردیم، گفتیم حیا هم بخش از ایمان است که یک از خصلت های است که ما را از مرتکب شدن به کارهای زشت و ناروا مانع میسازه. اما گفتیم حیا به این معنی نیست که ما از کارهای خوبم شرم بکنیم، بگیم والا ما این کارا نمیتونیم. در این قسمت بفهمیم که حیا این گونه معنا نداره، بلکه حیا ما را از کارهای زشت باز میداره. انشالله که با
موارد ایمان خود را مزین بسازیم و خداوند توفیق عمل بده بر ما. به این امیدواری یک دو سوال به عنوان کارخانگی یادداشت بگیرین. سوال اولتان: تقاضای توحید چیست؟ سوال دوم: اشیاء مضره را از راه دور کردن چی اهمیت دارد؟ انشاءالله موفق باشین، با ایمان باشین، با حیا باشین. تا درس آینده شما را به خداوند یکتا و مهربان میسپارم. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.